ملکوت آسمان مانند خمیر تروش است که زن آن را گرفته به 3 چینک آرد انداخت. مثل دیگری برای آنها آورده گفت: ملکوت آسمان مثل دانه خردل است که کسی آن را گرفته در کشتزار خود کاشته است و گرچنده که خردترین تخم هاست، چون نمو کند از همه نباتات بزرگتر می شود و درخت می گردد، به طوری که مرغان هوا آمده در شاخه هایش آشیانه می سازند. و مثل دیگری به آنها گفت: ملکوت آسمان مانند خمیر تروش است که زن آن را گرفته به 3 چینک آرد انداخت تا که تمام خمیر رسید. باز ملکوت آسمان مانند گنج است که در کشتزار نهان باشد و آن را کسی یافته پنهان کرد و از شادی آن رفته هر چی داشت فروخت و آن کشتزار را خرید. باز ملکوت آسمان مانند تاجر است که مرواریدهای خوب می جوست و چون یک مروارید گرانبها یافت، رفته هر چی داشت فروخت و آن را خرید. باز ملکوت آسمان مانند تور است که به بحر انداخته شد و هر نوع ماهی به آن در آمد و چون پور شد آن را به ساحل کشیدند و نشسته خوبها را در ظرفها جمع کردند، لیکن بدها را دور انداختند. در انجام عالم همین طور خواهد شد.